بدن تو معبد روح توه. اگه بدنت حالش خوب نباشه هیچی تو زندگی بهت نمیچسبه. بدن ما مثل یک معبده که روح توی اون زندگی میکنه. وقتی بهش بی‌توجهی میکنی یعنی به خودت بی‌احترامی کردی. هرچی بیشتر به بدنت عشق بورزی بیشتر جواب میگیری. خواب، تغذیه، آب، ورزش، اینا هن که جادو میکنن. یادت باشه ذهن سالم تو بدن سالم. اگه دنبال موفقیت، انرژی، حال خوب میگردی باید بدنت رو حمایتش کنی. اینا قانون سلامتی هن. ردشون کنی سلامتی دست هم میپاشه. سابسکرایب یادتون نره. تو کامنت ها برام بنویسین شما چجوری از بدنتون حمایت میکنید.